در بازارهای قزاقستان حالا هم قیمت مواد خوراکه در مقایسه با مغازه‌ها ارزان تر است، ولی نرخ کارتوشکا در بازار هم مردم را می‌ترساند. آن هم 600 تنگه یا بیشتر از 10 سومانی است. سال گذشته یک کیلوی کارتوشکا 5 سومانی ارزش داشت. مقامات سال گذشته گفتند که سبزیجات در قزاقستان برای همه کافی است، ولی امسال چنین وضع پیش آمده است که محصولات هست ولی قیمتش بالا رفته است. ما دو راه داریم. یکی تعیین قیمتی معین برای کارتوشکا که در این صورت هیچ کس آن را کش نمی کند و سال آینده به کمبود کارتوشکا دچار می شویم. راه دیگر کاهش صادرات کارتوشکا است که ما این کار را کردیم ولی قیمت آن را محدود نکردیم. از بس که در روسیه سال کم حاصل آمده است، قسمی از کارتوشکای قزاقستان را برای فروش به آنجا میبرند. مقامات هم هیچ محدودیتی در صادرات نگذاشتند و میگویند قانون بازار باید رعایت شود، یعنی کسی پول بیشتر میدهد به آن میفروشند. اما در این میان بازار کشاورزی روسیه که زیر فشار تحریمات و بحران دچار شده است، از حساب کشاورزان قزاق خود را نجات میدهد. شرکت راستلمش از بازار می رود. به سبب های گوناگون فروشش بسیار کم شده است. از این رو هر وقت مشکل پیش آمد از ما می خرند. پول روسی را در بسیاری از کشورها نمی گیرند، ولی چون درهای ما باز است از ما می خرند. نتیجه این را قزاقستانی های احساس می کنند که هر روز به مغازه می روند و می بینند که چگونه قیمت محصولات موسمی هم که باید گران نباشد بالا می رود. عین زمان کشاورزان قزاقستان هم مشکلات دارند. مشکلشان هوای نامساعد نیست، بلکه مانع های سنی است که مقامات آفریدند. به قول مراد کرلینوف، برای اصلاح ساحه باید خراجات برای تکنیک کشاورزی کم کرده شود تا کشاورزان به تراکتور، کمباین و دیگر ماشین های کشت و کار دسترسی آسان‌تر داشته باشند. به قول او در این حال میتوان وضع ساحه را اصلاح کرد و هم به قدر کافی کارتوشکا و دیگر محصولات کشاورزی تولید کرد که هم برای داخل کافی باشد و هم برای صادرات. اگر وضع را اصلاح نکنیم و احوال همین گونه ماند، تورم بسیار زیاد و کمبود محصولات خواهد شد. با استحصالات فعلی ما روسیه را خورانده نمیتوانیم و از ما همه چی را میبرند و میبرند. راه ندادن به بالاروی قیمت کارتوشکا یگانه وعده مقامات قزاقستان است که اجرا نمی شود، ولی مردم دیگر علاج بغیر از مطابقت با وضع ندارند.